دستورات نظام اسلامی و حرکاتش خلاف دستورات نبوی باشه او را به هیچ وجه به هیچ صورت مادهی ولسوالی نمیمانیم. بهتان اطمینان میتیم که ما به خاطر خدمت شما در اینجا گماشته شدیم و شب و روز در خدمتتان هستیم. بیاین که ولسوال خلاف شریعت و خلاف قوانین نظام اسلامی حرکت میکنه در مقابل قماندان، در مقابل استخبارات، در مقابل هر اداره، ما او را به جبین باز میپذیریم. نظام به تنها وجود خود نمیتونه که کل امورات را نظام اصلاح بکنه تا که هماهنگی شما نباشه. به همین دلیل است متخصصین بسیار بالایی را ما میتونیم ببینیم در کشورهای اروپایی، در کشورهای خارج مصروف خدمت هستند به کشور خارجی. اگر شما هم کاری بکنین دست اونو جاهلا را بگیرین که حرکت منفی را میکنه و بازی خورده به امو چند دلار و $100. آغاز دور دوم دیدارهای مردمی والی پنجشیر بر اساس رهبری امارت اسلامی افغانستان. الحاج حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر همراه با هیئت رهبری این ولایت با بزرگان قومی، علما، جوانان و مردم ولسوالی های آبشار و دره دیدار کرد. هدف این سفرها شنیدن مشکلات مردم از نزدیک، شریک ساختن پیام‌های رهبری امارت اسلامی و یافتن راه‌های عملی برای چالش‌های محلی خوانده شده است. مردم میگویند که برای نخستین بار چنین فرصتی را یافتند که مستقیم با رهبری نظام مشکلاتشان را مطرح کنند. به گفته این مردم این دیدارها جلوه‌ای روشن از عدالت عمری در نظام اسلامی افغانستان است. اینجا ولسوالی دره ولایت پنجشیر است. الحاج حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر همراه با هیئت رهبری این ولایت به شنیدن مشکلات مردم رفته است. آمدن رهبری ولایت پنجشیر به حضور شما مجاهدین ولسوالی دره و مردم غیور و دین دوست و دین پرور ولسوالی دره به خاطر احوال پرسی و به خاطر گفت و شنید از شما و به خاطر تفقد مسئولین نظام امارت اسلامی که در اینجا مسئولیت به دوش دارند مناسب دانستیم که یک بار دیگر به حضورتان تشریف بیاوریم و پیشنهادات و انتقادات و اعتراضات و گفتنی هایی که هر فردی ولسوالی داشته باشد و اعتراض و انتقاد از مقام ولایت گرفته تا آخرین مجاهد نظام امارت اسلامی افغانستان اگر وجود داشته باشه ما به حضورتان تشریف آوردیم به جبین باز و در فضای اخوت و صمیمیت انشاءالله که هر چیزی را که داشته باشین ما به حضورتان تشریف داریم. نه آمر هستیم و نماینده نظام اسلامی هستیم و نماینده جناب امیرالمومنین صاحب حفظه الله و رعاه هستیم و هر فرد این نظام را که در اینجا میبینین اگر مجاهدین لوای فوق العاده هستند، اگر مجاهدین قماندانی هستند، اگر مجاهدین استخبارات هستند، اگر جناب ولسوال صاحب و مدیریت ها و قدمه های دوم و سوم وزارت هایی که در اینجا وجود داره همه ما به خاطر خدمت نظام اسلامی عساکر نظام اسلامی هستیم. به خاطر خدمت آمدیم، نه به خاطر که ما آمر باشیم و امر بکنیم و ما سهولتی داشته باشیم. باور کنین که امی مسئولینی که در اینجا وجود داره ما از هر طرف تفقد ازیاره میکنیم، از علما پرسان میکنیم، از متعلمینی که به ما مراجعه میکنن از اونها پرسان میکنیم، از کردار و اعمال مسئولین خود پرسان میکنیم و اگر به ما ثابت شود که یکی از
منسوبین نظام اسلامی حرکاتش خلاف دستورات نظام اسلامی و حرکاتش خلاف دستورات نبوی باشه، او را به هیچ وجه به هیچ صورت مادهی ولسوالی نمیمانیم و حتمی است که او را تغییر میکنیم. برایتان اطمینان میتیم که ما به خاطر خدمت شما در اینجا گماشته شدیم و شب و روز در خدمتتان هستیم. دروازه های همه مسئولین به پیش روی شما خلاص است. هر گپی که دارین، هر مشکلی که دارین، هر پیشنهادی که دارین، ولایت در خدمت شماست. قماندانی و استخبارات و همه اداره در خدمت شماست. شما بسیار با جرأت و بسیار با جسارت و بدون کدام هراس و ترس و بسیار با جرأت به هر اداره که شما کار دارین بروین، دروازه‌اش بزنین، امرای مسئول بشنین، مشکل خود را حل بکنین. و اگر مربوطی ما بود در اونجا حل نمیشد، ما در خدمتتان هستیم. هر وقتی که میان ولسوال صاحب در اینجا نماینده ماست، ولسوال صاحب گرفته شب میان روز میان، دروازه ما به پیش روی شما خلاص است. از شما یک دو تقاضا میکنیم. مسئولین خادمین شما هستند، در چوکات شریعت خدمت شما را میکنه. اگر از شریعت عدول کردن در مقابلش استاد شوین. بیاین که ولسوال خلاف شریعت و خلاف قوانین نظام اسلامی حرکت میکنه، در مقابل قماندان، در مقابل استخبارات، در مقابل هر اداره، ما او را به جبین باز میپذیریم. از شما یک دو تقاضای دارم که ایمی نظامی که خواستی همه ملت افغانستان بود، ایمی نظامی که خلاصی همه قربانی های 50 ساله ملت افغانستان بوده، شما اطاعت از این نظام را در چوکات شریعت بکنین. از دسیسه های کفر و یهود و نصارا، از دسیسه های مزدورا و غلامای یهود و نصارا، از دسیسه های شرق و غرب شما بسیار زیرک باشین و بسیار متوجه حرکات اونها باشید که اونها جوانای ما را، اذهان جوانای ما را مغشوش نکنه. جوانای عزیز را اطمینان میتیم که چیزی که ضرورتی شما است، از کورس های ارتقای ظرفیت گرفته، از کورس های ارتقای ظرفیت به خاطر کانکورها گرفته و دیگه زبان ها، انشالله ایره ما در ولسوالی، در همه ولسوالیات در کل ولایت انشالله تصمیم داریم که امسال دیگه کورس ها را ما توسعه بدیم و جوانا را مصروف بکنیم. و خواهش دوم ما است که یکی اطاعت از نظام بود، دیگه نصرت و هماهنگی و کمک به نظام اسلامی. نظام به تنها وجود خود نمیتونه که کل امورات را نظام اصلاح بکنه تا که هماهنگی شما نباشه، تا که کمک شما مردم غیور و مردم دین پرور نباشه، تا که شما در پهلوی نظام استاد نشوین. در اینجا مشکلات می باشه، کشمکش های می باشه. وقتی که شما صادقانه و مخلصانه در پهلوی نظام خود استاد شدین، ایره برایتان قسم میخوریم که اینی مشکلات هایی که از یگان جای صدا میشنویم که برادر گرفته و کسی را آورده و کسی را کو پیدا کرده، جناب مولوی صاحب اشاره کردن. ما به فردی دوسیه های از یا خبر هستیم که یا نه به چی گرفته شدن و چی اعمالی کردن. اگر شما هم کاری بکنین، دست اونو جاهلا را بگیرین که حرکت منفی را میکنه و بازی خورده به امو چند دلار و $100 و $100 زیادتر نمیته برشان و $100 هم که وعده برشان میته. کسایی گرفتیم که گفت که امی $100 هم بری ما ندادن، فلانی فلانی خورد از پیش ما. 5-6 دست میشه پروژه است، مثل اون پروژه هایی که در وقت جمهوریت بود. یک پروژه که گرفته میشد به 10 دست فروخته میشد. وقتی دست اخیری که در میدان می آمد که پول نبود، کار به کیفیت بود. از برادرای نفهم ما که دشمنای افغانستان و دشمنای نظام اینها را شکار میکنه، برشان $100 و $200 و 5000 افغانی وعده میتن. یک باند دزدها هستند، یک باند مافیایی هستند که امی پروژه را میگیره میره از اونو یهودی که به ملت ما و شما به امت مسلمه در اونجا چی حال انداخته، از اونو مردم این پروژه را میگیره که برین شما همین نظام نمانین که پیش ببره. اگه این نظام مستحکم شد، این خطر به کل دنیای کفر است. دوستان و برادران، بزرگا، موی سفیدا، جوانان عزیز، در طول 50 سال گذشته کمتر یا بیشتر مردم ولسوالی دره
مشکلات و زحمات بسیار زیادی را متقبل شدند و زحمات بسیار زیادی را کشیدند و در دور جهاد خسارات هنگفتی را به ملحدین و روس‌ها رسانیدند که نمونه بارز آن را ما در دان گزنو که تقریبا 500 نفر از روس‌ها به هلاکت رسیدند نمونهش داریم. و تقریبا ما که با اکثر از مجاهدین عزیزی که در قید حیات هستند صحبت داشتیم، کل آنها به یک صدا گپشان همین بوده که مبارزه ما به خاطر اقامه نظام اسلامی و جامعه اسلامی بوده و طوری که متفکرین اسلامی تعریف دارند جامعه اسلامی یا نظام اسلامی همو است که حدود خدا تطبیق شود و شریعت الله پایدار باشه. ولله الحمد ما امروز در جامعه زندگی میکنیم و در حکومت زندگی میکنیم که در تمام دنیای اسلام تنها حکومتی داریم که در اوج شریعت تطبیق میشه و احکام الهی حدود تطبیق میشه. طوری که همه ما و شما میدانیم سنت خداوند چه دیر یا زود به در هم کوبیدن و از بین بردن طاغوت و ستم یک عادت الله و سنت الهی در طول تاریخ بوده و می باشد تا به قیام قیامت. در اینجا آیه شریفه در رابطه به بنی اسرائیل و حضرت سیدنا موسی علیه السلام یک واقعه را بیان میکنه که اینها به حضرت موسی علیه السلام میگن که قبل از اینکه تو به عنوان ناجی یا به عنوان پیامبر خداوند تو را بیاره ما در زیر چکمه های ظلم و ستم فرعونیان قرار داشتیم. حضرت موسی علیه السلام بر یزیا یک وعده و یک نوید و یک مژده خوبی را میده، اما با یک شرط. میگه خداوند شما را از زیر این ستم و از زیر این کفر و الحاد و ظلمی که حتی به کودکایتان رحم نمیکنه، به جوانانتان رحم نمیکنه، شما را نجات میده و شما را جانشین اون کسانی میگردانه که پیش از شما بودند، فرعونیا بودند. اما این به معنای یک دادن امتیاز لجام گسیخته نیست، این به معنای عزیز که فینظر کیف تعملون، خداوند شما را میبینه که چیکار میکنی، آیا راه اون فرعونیان و ستمگران ادامه میده یا ای که خدا اصلاح میسازه که خداوند تعالی شما را در دنیا و آخرت سعادتمند بگردانه. در حدیث به روایت حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، از خواندن الفاظ حدیث معذرت میخوایم که وقت کمتر است، گفت زمانی که خداوند به یک امیر خیری را بخواهد بر ازو وزیر صدق مشاور خوب قرار میده، اگر از راه حق فراموش کرد برای ازو تذکر میده که راه تو به حق نیست، باید به حق بیایی. بجای بلی گفتن بی مورد، بجای چاپلوسی بیجا برای امیر خود، برای بزرگ خود، برای زعیم خود میگه که راهی را که میری باید درست. یک پیشنهاد من میاد و والی صاحب محترم، درست است که والی صاحب و چند دفعه که اومد بیکاری گپ زدیم تا جای عملی کار کرد. مردم ما در اونجا هم داخل شد، پلیس هم شد، یک تعداد تنقیح شده او را نمیفهم که چه رقم گپ است. دیگه گپای ما را عملی کار کرد. خیلی ببینم و دوم در قسمت شبکه مخابراتی سلام ایج در عبدالله کار درست هم نمیکنه که رئیس بیجا حضور داره، امو جوابگو هم رئیس است که چه مشکلات است. و دوم دو سال پیش خودم یک ورقه به خاطر دیوار استنادی بازار عبدالله مسجد عبدالله جامع عبدالله و لیسه ملک مرزا شهید که در مسیر دریا هستند، در نزدیک دریا که سیلاب بار زیر تهدید است آوردیم تا امروز روز هیچ حساب کتاب معلوم نیست که چه شد. دیگه ما میبینیم در شبکه‌های مجازی که نه وزیر صاحب ترابی اومد از نزدیک دیدن که ساحه آسیب پذیر طرف عبدالله کسی نامد و دیگه که ما در قسمت آبای آشومدنی است که توجه وزیر رئیس صاحب انکشاف داده میخوام که در قسمت هم توجهتون طرف عبدالله باشد.
مختص به ولایت پنجشیر نبوده. کل افغانستان، کل تشکیل افغانستان نظامی و ملکی با فیصدی خود کم شده نسبت به بعض مشکلاتی که نظام داشت. دیگه انشاءالله که این موضوع پس به پیش امیرالمومنین صاحب رفته و وزرا رفته بودن و مشکلات شریک کردن. امیدوار هستیم که معاشات پس به جای خود بروند و کمبود 200 بستی صنف های محلی او از طرف مؤسسه تقریبا لغو شد. ما از پارسال به این طرف رئیس وجود داره، رئیس سابق هم بود، بسیار زیاد کوشش کردیم، به وزارت مراجعه کردیم، هر چیزی که کوشش کردیم نتیجه نداد. ولی در مقابل 200 صنف برای ما 200 بست داره که اونو بستا را یک چند روز پیش هم یک کسی آمده بود گفته که همون 200 بست ما چی شده. ایران انشاءالله رئیس و معاون برداشتن حضور داره که همون 200 بستی که در جای در عوض همین 200 بست آمده امور باید تعقیب شود که بیای به ولایت همین استادا دیگه استخدام شود. و موضوع دیگه موضوع آب آشامیدنی منطقه کرامان چند قریه را که جناب استاد گفتن انشاءالله که ایره به انکشاف دهات کامیال تقریبا در ولایت پنجشیر 60 پروژه آب آشامیدنی در کل ولایت جریان داره که مؤسسه آقاخان کار میکنه. انشاءالله که این پروژه تا 100 تا اونا وعده کرده که ما پیش میبریم و نیازمندی همه ولایت پیش رئیس اقتصاد هم است و رئیس انکشاف دهات هم است. انشاءالله ایره که ما رفتیم برشان رایین میکنیم که ایره اولویت بگیره. درباره برنامه بسیار یک برنامه مثبت و تاثیرگذار ارزنده بود. بسیار از جمله حکمای مسئولیت پذیر هم بودن و بسیار به جبین باز مسئولیتایی که داشتن خواستن از مردم که مشکلاتی که داشتن او را پرسیدن و از او مشکلات درخواست کردن که مشکلاتتان بگویید و یک برنامه بسیار مثبتی بود و تاثیرگذار بود که همگی میگه مشکلات خدا. در اول خواسته ما این است که مکتب ما لیسه ملک مرزا شهید از نگاه لابراتوار بسیار ضعیف است، لابراتوار صحیح نداره و همچنین بخش کامپیوترهای خاصی نداریم و استادان مجرب در این بخش و وسایل کامپیوتر داشته باشه و همچنین وسایل ورزشی داشته باشه. اینجا نیز ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر است، جایی که رهبری ولایت پنجشیر تصمیم گرفته نشست‌های مردمی و دیدارهای مردمی را داشته باشد. در قسمت چند تا پیشنهاد دارم. در قسمت تعمیر مدرسه 3 تا مدرسه داریم، دارالعلوم یک تاش تعمیر داره، 2 تا دیگهش نداره. انشالله که در این قسمت توجه شود. در قسمت دوم کورس های مسلکی، سیجاد کورس های مسلکی، ملت آبشار را میبینین، ملت بیکار، ملتی که دیقانی هم نیست، به شکل درستش کار و بار نیست، از محروم از کار و بار دولتی هستند. اون قسمی که برای همه دوستان معلوم دار است، در ادارات دولتی اگر بری پرسان بکنی شاید در بسته یک ریاست 1 تا از آبشار باشه، در صورتی که به صدها جوان متخصص و متعهد وجود داره اما متاسفانه توجه صورت نمیگیره. کورس های مسلکی مثلا آمادگی های کنکور، این ملت مظلوم است، پیسه نداره، خرچی نداره. کورس خواندن، درس خواندن در کابل در مرکز هزینه های انگفتی داره که این ملت از پرداختش محروم است. میگیریم که ریاستی معارف امروز امسال انشاءالله دیگه داشته می باشه و تعمیر مدارس شما را در اولویت ولایت میگیریم انشاءالله. و کورس های مسلکی و آمادگی کانکور در زمستان گذشته ما با هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ کورس های را در همه ولسوالی ها کورس های البته ارتقای ظرفیت و برای شاگردا تدویر کرده بودیم و ایرم انشاءالله برای شما وعده میتیم که در سال آینده که در پیش روی داریم کورس های آمادگی کانکور را هم انشاءالله که براتان در نقشه میگیریم و هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ و امارت جوانان اطلاعات فرهنگ.
در اینجا من در یک دو چیز اشاره میکنم. یک رسیدگی کامل در قسمت معارف و حوزه های تعلیمی است، چون همه چیز از حوزه های تعلیمی دینی شروع میشه. اگر ما ظرفیت سازی را از اینجا آغاز نکنیم، مردم از ارزش ها و از موضوعات مهمی که در قبال ملت، دولت، اسلام گپا است برشان آگاهی داده نشود و در این صحنه میتونیم بگوییم که در دام همو افراد میفتن که در خارج و در کشورهای غربی خودشان در رفاه و آسایش به سر میبرن، ما را در دام خود بردن. و از شما تقاضای از را میکنم، رؤسای عزیز و از دولت مردای عزیز، از شما تقاضای از را میکنم که در زمینه معارف آنچه که شایسته معارف است، آنچه که باید زحمت باید بکشیم، چیزی که ما باید به او نتیجه مطلوب برسیم، و این نیاز است که یک زحمت خیلی زیاد باید کشید. دوم امنیت شغلی است. امنیت شغلی متاسفانه در افغانستان تا بالحال وجود نداشته. به می دلیل است متخصصین بسیار بالایی را ما میتونیم ببینیم در کشورهای اروپایی، در کشورهای خارج مصروف خدمت هستند به کشور خارجی. من جمله یک دکتر جراحی قلب را ما طبق که اطلاع دارم در کشور ایتالیا که دومین شفاخانه دنیا است، در اوجا مصروف خدمت است. متاسفانه او افغان است و اینجا وظیفه اجرا نکرده بنابر تحولاتی که وجود داشته. البته نه در این تحول فعلی، از سابق از 40 سال پیش به این طرف میگم. اگر امنیت شغلی باشه ما میتونیم متخصصین را تربیت کنیم. اگر ما نتونیم اینجا تربیت کنیم، در کشور خارج روان میکنیم، تربیت میشه. و البته در قسمت فناوری، در قسمت عصر تکنولوژی که امروز دنیا در او سر کار داره، ما هم باید داشته باشیم. در اوجا که سپرده میشه، پس دوباره متاسفانه اکثرتشان پس دوباره عودت نمیکنن اینجا، به خاطر از اینکه امنیت شغلی وجود نداشته و اونها بیم از را داشتن. اگر اینجا بیاییم ممکن یک موقعیت اساسی را نداشته باشیم. جناب والی صاحب و بزرگان علما مجاهدین بسیار خوش آمدید میگیم. ما یک سوال داشتم رابطه به می وقت جمهوریت از هر فرد معلول و بیوه با قیمت 20,000 الی 25,000 افغانی یا گرفتن به نام زمین مزار. پول در بانک تسلیم شده، مردم آویز بانک در دست خود داره، سند ملکیت داره، اما سرنوشتش معلوم نیست. در برابر دو سوالی که برادر ما امیرخان داشتن، یکی رسیدگی به حوزه های تعلیمی. این برادر برتان اطمینان میتیم که وقتی که فتح آمد، یگانه وزارت هایی که اونها یک روز هم تعطیل نداشتن و معاشهایشان تعطیل نشده بود و وزارت تعلیم و تربیه بود و وزارت تحصیلات عالی بود که حالا هم بیشترین بست های به دو وزارت داده شده و از طرف امیرالمومنین صاحب و از طرف وزرای محترم تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی توجه بسیار جدی در این عرصه وجود داره. حتی امرای وزیر صاحب تحصیلات عالی مجلس داشتیم به خاطر بعضی استادهایی که کمبودات داریم در تحصیلات عالی در رشته طب و خصوصا طب و انجینری و در بعضی رشته های پوهنتون. حتی گفت جناب امیرالمومنین صاحب برای ما گفت تا $100,000 به متخصصینی که از هر کشور باشه، امریکایی باشه، هندی باشه، از هر کشوری باشه، تا $100,000 برای شما معاش میتیم استادا را بیارین که فرزندای این وطن را در افغانستان برای ما تربیه بکنه. در این باره الحمدلله احساس وجود داره، در این باره توجه وجود داره و الحمدلله که استادهایی را که ما در جریان هستیم، بیشترین استادای خارجی آمده در پوهنتونها، اونها تدریس میکنه، خصوصا در شق طب استادهای بسیار ورزیده و آمده و دیگه هم در کوشش هستن که دیگه استادا هم بیا.
یک موضوع دیگری که امنیت شغلی وجود نداره و افغانها از اینجا میرن به کشورهای خارجی. برادری موضوع کمی موضوع قابل عزیز که سرش بحث بشوه. امی 50 سالی که در افغانستان مشکلات ها آمدن، مفکوره های مختلفی در کشور آمدن، کمونیست ها آمدن، لیبرال ها آمدن و دموکرات ها آمدن. هر کسی که در اینجا آمد برای خود اما نظریه خود را در اذهان بعض مردم اونها جای به جای کردن و معیارها فرق میکنه. بعض مردمی هستند که معیار اونها ای است که تعلیم را در افغانستان کردن و معیارش است که ما باید در امریکا بریم در اونجا سنگشویی بکنیم، در اونجا رشته طبابت و یا انجینری و یا دیگه رشته که او در افغانستان خوانده به او تمکین نمیکنه، ولی معیاری از اوی است که از اسلام بگریزه، از کشور خود بگریزه و بره در اونجا سگشویی و در هتل‌ها قابشویی اونها را بکنه. این معیار پیش خودی اونو کسی است که به بیت المال افغانستان و به خون مردم افغانستان در اینجا تعلیم کرده ولی حال میگریزه در اونجا تعلیم میکنه. شما شاهد صحنه ها بودین که یک دکتر فارغ در وقت تحولات و در وقت فتح، وقتی که طیاره های امریکایی همین مزدورای خود را همراه خود می بردن، یک دکتر متخصص از بال طیاره که در بال طیاره خود در موجه محکم کرده بود، ما چند هزار متری افتید که کسی جثه‌اش هم حتی تشخیص شده نمیتونست. یعنی به حد و مفکوری غربی و مفکوری کفری در اذهان بعض مردم جای گرفته که او به اینی تو حالاتی که اصلا عقل خودم از دست داده که در بال طیارت خودم بستک و بالاشو که امریکا بروی. این مردمی که به خاطر از اسلام میگریزن، از دین خود میگریزن، این مردم را به هیچ وجه به افغانستان نمیان، نه به افغانستان خدمت میکنه، نه اونها به افغانستان ارزش میده. ولی اونو برادرای ما که احساس ملی و احساس اسلامی داشته می باشند، الحمدلله در پانتونای ما خوب عزت هم دارن، خوب جایگاه هم دارن. همین امسال جناب امیرالمومنین صاحب به همه استادای پانتون ها لیلیه را برشان منظور کردن، اتاقها را برشان جور میکنن و اما مصارف لیلیه را کلش برشان حواله کردن به خاطر اینکه مشکلات استادای ما حل شود. دیگه امارات اسلامی به کل کوشش های خود کوشش میکنه که اولا افغان هایی که در بیرون هستند که اونها را قناعت بتن و معاش های بلند دلاری را برشان بتن و بیان در افغانستان اولاد افغانستان اولاد کشور را تربیت بکنن. و اگر افغان پیدا نمیشه جناب امیرالمومنین صاحب امیر برشان اجازه داده که به هر چند پولی که او راضی میشه او را بیارن که در اینجا در پانتونای ما تدریس بکنه و اولاد کشور را تربیت بکنه. توجه جدی وجود داره، الحمدلله برایتان اطمینان میتیم.